سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای امروز: مهاجران را امتحان نفت در پیش است. برای به دست آوردن شهروندی روسیه خالی ضروری لازم است. زمین لرزه سخت در نزدیکی کولی سریز. لایحه قانون درباره پیشوای ملت را پارلمان بررسی می‌کند. کارشناسی روس: آسیای مرکزی میدان نو حرب و ضرب داعش خواهد بود. بار به دستگیری بودجه تاجیکستان 60 میلیون دلار می‌دهد. مهاجران را امتحان نفت در پیش است. برای به دست آوردن شهروندی روسیه خالی ضروری لازم است. مهاجرانی را که در دل آرزوی دریافت شهروندی روسیه را می‌پرورند، یک مشکل نفت در انتظار است. آنها برای دریافت حق اقامت و بدن شهروندی باید خالی ضروری داشته باشند. این پیشنهاد والنتینا ماتوینکا، رئیس شورای فدراسیای روسیه است که اخیراً در یک همایش در مسکو صدا داد. منصبدار ولامقام روس اظهار امید کرد که به قانون درباره شهروندی روسیه دو بند علاوه می شود: داشتن خلهای ضروری از سوی داوطلب و سوگند صداقت بر روسیه. آنهایی که شهروندی روسیه را می گیرند باید به کشور و تاریخ و ارزش‌های فرهنگی آن ارج گذارند و صداقت خود را طوری که در امریکا و کشورهای اروپایی رایج است با یاد کردن قسم ابراز نماید، گفته است ماتوینکا. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه هم از راهاندازی نظام بل یا خال برای گرفتن اجازه اقامت و شهروندی در روسیه پشتیبانی کرده است. مسئولان این نهاد پیشنهاد دارند که به داوطلب برای معلومات عالی 30 سال، برای تجربه 5 ساله کاری از روی اختصاص 15 سال، برای خویش و تبار و منزل داشتن هم سالهای معین داده شوند. برای دریافت حق اقامت یا شهروندی ساکن دیگر کشور باید صاحب حداقل 65 سال شود. پیشنهاد وارد کردن اصلاحات و قانون شهروندی روسیه در حال است که اکثر مهاجران تاجیک دریافت شناسنامه روسیه را بهترین راه دستیابی به کار و زندگی ارزنده در روسیه می‌خوانند. کریم جانیاروف، رهبر سازمان اتنوس در مسکو، برای این باور است که بعد از ورود این تغییرات برای شهروندان زیاد از تاجیکستان گرفتن حق اقامت و شهروندی مشکل‌تر می‌شود، زیرا بیشتر مهاجران کاری نه معلومات عالی دارند، نه اختصاص و نه خویش و تبار و منزل. آن قانون‌هایی که حاضر روسیه می‌خواهد که نسبت گرفتن شهروندی جاری کند، از یک طرف خوب است که در دولت‌های اروپا و اینچنین در تمام دولت‌های دنیا چنین قانون‌ها وجود دارند، ولی از دیگر طرف گیریم برای مهاجران، خصوصا مهاجران تاجیک، این یک قانون نمی باشد که با آن منفی آور می باشد، چون که این قانون در آن چنین نوشته شده است که برای گرفتن شهروندی یا که حق اقامت باید که خالهای معین گرفته شود. بیش از همه این خالها داده می شوند تا 30 خال برای معلومات عالی و این چنین داشتن خانه و در یا خشت تبار در روسیه و این چنین از روی اختصاص کار کردن مدت معین، مدت 5 سال. چخیلی که ما میدونیم مهاجران تاجیک مدت 20 سال، زیاده از 20 سال در روسیه کار میکنن، ولی متاسفانه قسم زیادی آنها معلومات عالی ندارن و این چنین آنها از روی اختصاصشان هرچند که در روسیه سالهای دراز از روی یک اختصاص هم کار کنن، ولی حجت ندارن که با خدمات مهاجرت روسیه پیشنهاد کنن که آنها در حقیقت از روی همین اختصاص مدت 5 سال کار کردن. برای گرفتن شهروندی یا حق اقامت حدود 65 سال در کار می شود که این برای مهاجران تاجیک عموما گفته می شود که برای 90% است این گرفتن این تماما گفتن ممکن است آنها این خالها را گرفتن نمیتوانند، چون که ما سالهای اخیر دیده شدیم که مردم زیادی به مهاجرت می آیند و از قفای خواندن هم نیستند، در اینجا خانه و در هم ندارند. این باز گفتنی هستم که شاید که شهروندان تاجیک صاحب این شهروندی یا که حق اقامت شوند، ولی این باز یک راهی پولکارکنی از طرف خدمات مهاجرت روسیه و از طرف شخصان بین رو می شود.
زمین‌لرزه سخت در نزدیکی کولی سرز ساعت 12:50 وقت محلی امروز در قلمرو تاجیکستان ولایت مختار کوهستان بدخشان زمین‌لرزه رخ داد. مرکز زمین‌لرزه با قوه 7.2 بال در ناحیه مرغاب 93 کیلومتری شهرک مرغاب 138 کیلومتری شمال شرق شهر خوروغ معین شده است. بنا به اطلاع خدمات گیوفیزیکی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان مرکز زمین جنبی در کیلومتر 357 جنوب شرق دوشنبه و در کیلومتر 22 از کولی سرز واقع بوده است. با اطلاع زلزله شناسان در مرکز قوه زمین لرزه 7-8 بال و در دوشنبه 4 بال را تشکیل داده است. در مورد تلفات مالی و جانی میگویند که تلفات هست ولی معلومات دقیق تا حال به دست نرسیده است. لایحه قانون درباره پیشوای ملت را پارلمان بررسی میکند. شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان امروز درباره به روزنامه جلسه پالاتای پایانی پارلمان که سنه 9 دکبر دایر میگردد وارد کردن مسئله بررسی لایحه قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت قرار قبول کرد. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت با ترتیب حقوق تشبث قانونگذاری از طرف گروه وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مطابق درخواست و پیشنهاد یک عده شهروندان کشور و مسئولین مقامات تهیه و پیشنهاد گردیده است. اما طرح لایحه یک چنین قانون در جامعه شهروندی سر و صداهای زیادی به بار آورده است. این موضوع بحث برانگیز میشد اگر یک جامعه آشکار بیانی می بود، اگر یک جامعه می بود که اونجا گوناگون اندیشی می بود، اگر یک جامعه می بود که مردم می توانستند فکرهای مختلف آزادانه بیان کنند. در جامعه که یک کتاز است گمان میکنم که این جای بحث هم نیست، جای صحبت کردن هم نیست، چون که امروز خیلی پرزیدنت باشد، فردا پیشوا، پس فردا پیغمبر، هر چی که میشود دیگر اون چیز قبول میشه. ما همین تاریخ 100 ساله اتحاد شوروی را گیریم، اگر هر یک سردار دولت که می اومد پیش از اون شد حتما یا دشمن ملت می برآورد یا دشمن دولت یک چی میکرد. دیدیم که فقط همین حتی اگرچه در سطح دولتی بوریس یلتسین همچون پرزیدنت اولین روسیه نوین اگر در سطح دولتی اگرچه نسبتش احترام میگذارند ولی در مردم نسبتش یک نفرت هست، اگرچه شاید که کارهای نیکی زیاد هم کرده باشد برای روسیه. برای من چیزهای تاریخی را خوب گفتم. همون اگر در جامعه که آزادی باشد، در جامعه که آشکار بیانی باشد، اونجا البته مسئله ها بررسی که شدن، بحث ها که شد، تا جای یک موازنت پیدا میشه. شاید خودی همون رهبران دولت هم میخواهند یا نمیخواهند اطرافشون چنان چاپلوسان جمع میشن که این پیشنهادها را میکنن و چون این هم شده است که تاریخ این چیزها را بسیار دیده است که امروز یک پیشوا است بعد اون دیگر پیشوا است. شما ببینید مثلا همون خودتان خیلی که گفتید اون خونخوار استالین، اون بود پیشوای بود که مردم برای اون رفته خودشون قربان میکردن، بعد اون دیگرش اومد اینش با پیشوا شده و نامش جنایتکار نسبت دولت حساب شد، بعد اون با اومد دیگرش شد. خیلی دولت هایی که یک کتاز باشند چنین کارو میشن. الکسی پادبریوسکین دیرکتور مرکز تحقیقات حربی سیاسی مگیمو میگوید احتمالی آن وجود دارد که نیروهای داعش از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی وارد شوند. او در صحبت با تلویزیون لایف نیوز از خطرهای این گروه تروریستی به تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان سخن میکند. افغانستان کشوری خواهد بود که داعش آن را برای انتقال نیرو استفاده میبرد و دولت‌های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی میدان نوی حرب و ضرب این گروه تروریستی خواهند بود. این میتواند به کشورهای دیگر و با سرعت خیلی زود گذرد. احتمال آن زیاد است که داعش به سمت تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان حرکت کند. من فکر میکنم که آنجا الکی لاگرهای جلب مردم وجود دارند. من در این باره بارها گفتم، رهبران سیاسی ما محض همین را در نظر داشتند وقتی میگفتند که در صورت جنگیده ما منفعت‌های ملی خود را حمایت میکنیم و سازمان‌های تروریستی را که به دولت تبدیل شده است نابود میسازیم. داعش این در قدم اول غایه عدالت اجتماعی طبق قانون‌های اسلام است و دوم این پول است، ثروت است. اگر با این مبارزه نبریم پس آنها در واقع رشد می‌یابند و به پیش حرکت می‌کنند.
این اولین بار نیست که از آمادگی داعش برای بی‌ثبات گردانیدن کشورهای آسیای مرکزی حرف زده می شود. در گذشته نیز نه تنها تحلیلگران نظامی بلکه مسئولین وزارت قدرتی روسیه بارها از خطر فزاینده از سوی دولت اسلامی هشدار دادند، اما این کارشناس از خطر داعش به دیگر کشورهای هممرز با افغانستان و مثل ترکمنستان و ازبکستان سخن نکرده است. در همین حال The Times نشریه بریتانیایی خبر داده است که جنگیان داعش در قسمت جنوبی ولایت جلال آباد افغانستان قسمتی از 4 ولسوالی را زیر تصرف خود درآوردند. بانک آسیای رشد برنامه دستگیری بودجه در حجم 60 میلیون دلار ایمه و مرحله اولی برنامه را که به توسعه امکاناتی از نگاه اقتصادی سودمند، رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه به تاجیکستان نگرانیده شده است معقول شمارید. مساعدت مالی و مشورت‌های تکنیکی بار حکومت را در برگزاری اصلاحات ساختاری برای رشد تجارت دستگیری نموده، آن به تأسیس جایهای کاری با درآمد خوب کمک می‌کند، گفته است روبین باریتا، متخصص بخش مالی دپارتمنت بار آید به آسیای مرکزی و غربی. عملی سازی برنامه به 3 مرحله تقسیم شده انجام آن سال 2019 در نظر است. مبلغ گذاری بار به مرحله اول 53.4 میلیون دلار ایمه به صفت گرانت را تشکیل داده، فوند آسیای رشد در حجم 6.6 میلیون دلار ایمه قرض امتیازناک جدا می‌کند. واسطه ها به حکومت تاجیکستان در یک نوبت یگانه جدا شده کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان اجرا کننده این برنامه به شمار می‌رود. قابل ذکر است که تاجیکستان سال 1998 به عضویت بار پذیرفته شده یکی از تشکیلات‌های اساسی مددرسانی به جمهوری محسوب می‌یابد. تا امروز حجم مبلغ‌های جدا شده این نهاد به تاجیکستان به صفت قرض‌های امتیازناک، گرانت و کمک‌های تکنیکی حدود 1.4 میلیارد دلار ایمه را تشکیل می‌دهد. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای امروز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.